من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تبارک و تعالی را بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمتهایش. همه نعمت الله سبحانه و تعالی برای ما و شما هستند تا ما و شما بندگان الله در زندگیمون از نعمتهای خوب پروردگارمون استفاده ببریم و در زندگیمون خوشبخت شیم. همه نعمت الله سبحانه و تعالی عزیز هستند، خوب هستند و نعمتهای خوب الله برای بندگانش است، چون که بندگانش در نزد پروردگارشان بسیار عزیز و دوست داشتنی هستند. ما و شما بندگان الله سبحانه و تعالی از هر طرف احاطه های نعمت های به آخر الله سبحان الله هستیم. بزرگترین نعمت الله سبحانه و تعالی اسلام ایمان دین مبینش است که همه خوبی ها همش تک تکش در دین مبین اسلام است. یگان خیر خوبی از پشت دین نمونده است، بلکه تمامش الله سبحانه و تعالی در دین جمع که برای ما و شما تقدیم کرد. پس بنده دونا و هوشیار و زیرک چنگ به دین مبین اسلام میزند. در یگان جای قرآن الله سبحانه و تعالی اونها گفته است که اتحدوا، شما جمع شید، بلکه گفته است که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، بلکه الله سبحانه و تعالی فرمودند در سوره مبارکه آل عمران واعتصموا بحبل الله، شما یعنی بندگان من چنگ بزنه بحبل الله، بر اسمان مستحکم الهی که دین خداست. یعنی از رسمان و رشته محکم الهی فاصله نگرفتن است. امروز که با توفیق الله سبحانه و تعالی ما و شما آمدیم به این مسجد، یعنی به خانه از خانه الله سبحانه و تعالی، این نعمت بسیار بزرگ بالاست که الله سبحانه و تعالی ما شما رو انتخاب کرد، توفیق داد تا اومدیم دنیا رو گذاشتیم، رها کردیم کارها، تجارت ها، معاملات ها، فقط به خاطر الله سبحانه و تعالی. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال. در وصف مسجد فی بیوت یعنی در خانه از خانه الله سبحانه و تعالی که الله سبحانه و تعالی
اجازه داد، توفیق داد تا ما و شما آمدیم اینجا برای ادای فریضه از فریضه های الله سبحانه و تعالی. بسیار از ما خانه الله مسجد دستی کم میگیرند، از مسجد دوری میگیرند، در حالی که این برنامه الله است. بزرگترین برنامه الله سبحانه و تعالی است که تک تک برنامه الله برای ما و شما هستند، برای رشد و نمو و پیشرفت ما و شماست، برای ترقی ما و شماست، برای خوبی ما و شماست. و جایگاه مسجد بسیار بلند است در دین مبین اسلام. مسجد شعائر الله است، نشانه دین خداست. هر کس اگر که به مسجد اعتقاد بکند، اخلاص بکند، محبت بکند، پایبندی بکند، مسجد آباد بکند، کوشش غیرت بکند، این نشانه خداترسی و تقوای این انسان است. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. الله سبحانه و تعالی این مکان را به نام مسجد نامگذار کرد. مسجد از کلمه سجده، یعنی اون جایی که الله سبحانه و تعالی را سجده کرده می شود. یک اسم و نام افعال و ارکان نماز است. اما خاص به نام مسجد از سجده گرفته شده است، چون که اشرف افعال نماز است. در نماز قیام است، رکوع است، سجده است، قعده است و دیگر کارها هستند، افعال هستند، اما اشرفترینشون سجده هستند. و بنده الله سبحانه و تعالی از همه حالات در حالت سجده به الله سبحانه و تعالی نزدیک است. و مسجد بزرگترین و مهمترین پایگاه اجتماعی است و جایگاه خاصی و بسیار بلندی دارد. اگر تاریخ نظر بکنیم، پیغمبر دلسوز مهربان ما و شما را حیاتش مطالعه بکنیم، در حیاتش میبینیم که چقدر مسجدها را آباد میکردن، چقدر مهم بود در نزدش. هر جایی که میرفتن اولین کار میکردن اونجا مسجد بنا میکردن، مسجد درست میکردن، مسجد میساختن. رحمت للعالمین، یعنی اون معالم بزرگ بشریت. تو حتی امروزه در عصر حاضر هم غیر مسلمان ها، اون کسانی که ایمان و مسلمان نیستن، آنها هم میدونن که بزرگترین خدمت و تربیت برای انسان، برای بشریت کی دادن؟ محمد رسول الله دادن. تا آنجا که مردم و عالمای غیر مسلمان در برای پیغمبر ما علیه السلام صحبت میکنند و اولین رقم یک پیغمبر ما شما نام میبرند و ثبت کردند در کتابش که بزرگترین خدمت برای انسانیت پیغمبر محمد اسلام کرده است. تو حتی اگر گوگل بزنی، گوگل میگه که اون کسی که فایده ترین برای انسان ها آورده است و بزرگترین معلم و مربی بشر انسان
محمد علیه السلام است. پرسی اگر جواب میگه محمد رسول الله است. وقتی ما تاریخ ورق مثلا میبینیم که پیغمبر علیه السلام هر جا که میرفت اول مسجد بنا میکرد، چون که مسجد بسیار مهم ضروری است. زمانی که از مکه مکرمه هجرت به سوی مدینه منوره کردند، به مدینه به منطقه قبا رسیدند، برای چند روز اینجا اقامه کردند. چند روزی اندکی اولین کار کردن مسجد قبا رو بنا کردن که هر کس اگر حج برود مسجد قبا رو زیارت در کرد مسکنه بخونن ثواب عمره میگیرد. یعنی برای چند روز اندکی اونجا اقامت کردن. اول چیکار کردن؟ مسجد بنا کردن. مسجد قبا اولین مسجد است که در مدینه منوره بنا کرده شد. بعد چند روز اندکی رفتن مدینه منوره، چند تا پایود اون جایی که امروزه مسجد نبوی بنا کرده شدگی است. وقتی اونجا رسیدن اولین کار کردن جای مسجد خشب معلم کردن. اونجا که بسیار صحابه میخواستن که بران مهمونی شوند، مهمان صحابه شوند رضی الله عنهم اجمعین، نر قدم بر یگان خونه یگان صحابهش نگذاشتن تا زمانی که جای مسجد معلم کردن. اونجا که شتر رها کردن رفت شتر شیشت اونجا، یعنی اونجا را مسجد جای مسجد معین کردن. بعد رفتن مهمونی و هر جا بعد از رحلت پیغمبر علیه السلام شاگردانش از زمان ابوبکر صدیق، از زمان فاروق، عثمان از زمان و دیگر صحابه پیغمبر علیه السلام وقتی که یک منطقه را فتح میکردن اولین کار مسجد به مسجد بنا میکردن، چون که بسیار مهم ضرور است. مسجد خانه های الله است. و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. برای چی خداوند میگه که مسجد خانه های من است نسبت به خود؟ چون که شرافت بسیار بلند داره. مسجد خانه های الله است. و ما بندگان هم خانه داریم، خانه معمولی خودمون که میریم در خانه استراحت میکنیم. یک خانه داریم، خانه قلب، خانه قلب های ما و دل های ما و روح های ما است. مساجد خانه قلب و روح های ما و شماست. که هر جا که اصحاب پیغمبر خدا میرفتن اولین کار میکردن مسجد بنا میکردن و در اون مسجد همه کار اونجا در اون صورت میگرفت، بغیر عبادت، بغیر از ذکر یاد خداوند تبارک و تعالی، تلاوت قرآن، دعا، مناجات، تعلیم میگرفتن، تعلیم میدادن، تفسیر قرآن کریم میکردن، حدیث میخوندن، علم میگرفتن، بغیر این علم ها رو میخوندن. بغیر این در مسجد، در اون زمان در دورین مسجد هم کتابخانه، مکتبه هم بود. هر کاری که مهم پیش آمد در مسجد، همه کار در مسجد صورت میگرفت. مرکز و پایگاه اسلامی اجتماعی است. به زبان روسی بگیم مناگا فونکسیونال بود که از اون زمان تا این زمان هزارها عالم و مردهای بزرگ از مسجد بیرون شدگی‌اند. و الله سبحانه و تعالی بندگانش پاکسازی میکند، میفرماید که و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. یعنی مسجدها مال الله هستند، خانه خدا هستند. فلا تدعوا مع الله احدا،
پاکسازی عقیدتی میکند، تربیت میکند که با همراه الله یگان کس عبادت نکنه، فقط الله تبارک و تعالی یک و یگانه عبادت کنید بس. مسجد دوست داشته ترین جا و مکان نزد الله سبحانه و تعالی است. یگان جا بغیر مسجد در نزد الله دوست داشته ترین تر نیست. در حدیث صحیح پیغمبر خدا فرمودند احب البلاد الی الله مساجدها و ابغض البلاد الی الله اسواقها. بهترین مکان و بهترین جا و دوست داشته ترین جا نزد الله سبحانه و تعالی در این دنیا، در روی زمین، مسجدها هستند. چرا؟ چون که در اینجا الله تبارک و تعالی عبادت کرده می شود، اعمال صالح انجام داده می شود، امر و معروف و نهی از منکر صورت می گیرد، حلال و حرام تربیت تعلیم می گیرد. اخلاق زیبا را درست میکنند، یعنی کینه و حسد و دشمنی را از بین میبرند. یعنی کارخانه آدم سازی است، آدم میسازند مسجد را. درباره خوبی صحبت میشه در مسجد، اعمال صالح فقط انجام داده میشه. بنابر همین الله سبحانه و تعالی مسجد را بسیار دوست میداره. از مسجد دیگر بالاتر یگان چیز دوست نمیداره در مکانها. و ابغض البلاد الی الله اسواقها، و بدترین و مبغوضترین جا و مکان نزد الله بازارها هستند. این به این خاطر است که در بازارها بسیار کارهای بد صورت انجام میگیرد، بسیار گناه می شود در آنجا، دروغ، قسم، فند، فریب، مشرنگی، هر چی قدر میتونن مردم فریب بکنن، هر چی قدر میتونن بزن بگیر. اما اگر وقتی که ما شما نظر بگیم تاریخ، اصحاب پیغمبری خدا، تابعین و تبع تابعین، بزرگان و اهل سلف ما و شما میرفتن در قلب بازارها مسجد درست میکردن تا مبادا که برادر و خواهر ما در بازارها از یاد الله غافل شوند، دنیا مشغول خودش شوند، دنیا مشغول خودش بکنن برادر و خواهر ما و شما را، و شیطان از راه بزنه. بنابر همین نرفتن در مسجدها، در تک تک مسجدها، در تک تک بازارها مسجد درست میکردن و اونجا دعوت به امر معروف و نهی از منکر میشه، دعوت به حرام و حلال میکردن، مردم هم متذکر میکردن، به یاد میانداختن. و برادران عزیز و پدران مهربان، آباد کردن و ساختن و درست کردن مسجد این نشانه ایمانداری و تقوای شخص مسلمان است که الله تبارک و تعالی فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یخشی الله انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آتى الزکاة تا آخر آیات. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، حقا که کسانی که ایمان دارن، یعنی ایمان واقعی دارن، اونها هستند که مسجد بنا میکنن، مسجد میسازن، مسجد درست میکنن، در فکر مسجد هستند. پس کسی که ایمان دارد مسجد را دست کم نمیگیرن، حرکت میکنن، مهنت میکنن،
فکر مسجد ها میکنن، مسجد آباد، مسجد زیادتر آباد میکنن، زیادتر میسازن مسجد ها را. پس کسی که نسبت مسجد به اهمیتی میکند، دست کم میگیرد، کمک نصرت نمیکند، مسجد نمیسازه، این ضعف ایمانی شد، ضعف تقوا شد. این سخن من نیست، سخن الله سبحانه و تعالی است. سخن آن ذات بزرگ عظیم است که دنیا را خلق کرد، زمین و آسمان را خلق کرده. در سوره برکه توبه میفرماید که حقا که کسان ایمان دارن، ایمان واقعی دارن، فکری مسجد میکنن، مسجد آباد میکنن. در صحیحین، یعنی در صحیح بخاری و مسلم حدیث روایت کردن از عثمان بن عفان رضی الله عنه که از پیغمبر خدا سلام حدیث روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام فرمودند که من بنا مسجدا یبتغی به وجه الله بنا الله له مثله فی الجنه. سبحان الله. ببین پیغمبر خدا اصلا چی میفرمایند؟ هر کس اگر فرق نداره، مرد زن، فقیر مسکین، غنی بای با دولت، هر کس که بنا مسجدا یبتغی به وجه الله، مسجد بنا بکند به خاطر رضاگی و خوشنودی الله سبحانه و تعالی، یعنی خاص لله بسازد، بنا الله له مثله فی الجنه. این فراموش نکنید، الله سبحانه و تعالی برای همین انسان در بهشت مثل خلق میکند، یعنی در بهشت قصر برای انسان خلق میکند، ایجاد میکند. یعنی الله چی؟ الله دوست میداره که ما شما مسجد زیاد بکنیم، مسجد بسازیم، حرکت بکنیم. الله سبحانه و تعالی فریاد میکنه، دعوت میکنه ما شما را تا ما شما با الله معامله کنیم. این معامله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلان کردن و گفتند کدوم یکی ما شما را میخوام بیش. سبحان الله. انتها و غایه مقصد ما شما به رسیدن به الله و رضامندی الله و بهشت جاودانی است. مرحمت راه آسان. و در دیگر حدیثش حضرت عمر بن فاروق رضی الله عنه روایت میکنند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که من بنا مسجدا لله یذکر فیه بنا الله له بیتا فی الجنه. یعنی هر کس مسجد بنا بکند تا در این مسجد ذکر و عبادت و یاد الله سبحانه و تعالی صورت بگیرد، الله سبحانه و تعالی در بهشت برای این انسان یک بیت را، خانه بنیاد میکند، خانه قصر میسازد. یعنی الله سبحانه و تعالی دوست میداد تا ما و شما حرکت کنیم، مسجد بسازیم، مسجد و خانه های خدا را زیاد بکنیم، مول بکنیم، آباد بکنیم. این را بدون تا اون زمانی که مسجد آباد است، مول است، زیاد است، کار میکند. یعنی همون قدر اگر آباد باشد مسجد، همون قدر عزت و افتخار و هیبت این امت اسلامی زیادتر مولتر می شود. هر چقدر کم شود، اگر ضعیف شود، بیکار شوند، مسجدها ایکار مونن، همون قدر ما ضعیف و سست میشیم، هیبت ما از بین می رود. یکی از سبب‌های مشکلی امت که دچار مشکل شدیم در این زمان همین است که مسجدها را دست کم گرفتگیم، اخلاص سست شده، دوستیمون کم شده، همه محبت طرف دنیا، مال دنیا، حب دنیا، بنابر همین دچار مشکل میشیم در هر گوشه کنار دنیا که باشم. اصحاب پیغمبر خدا چقدر پایبند بودن به مسجد، چقدر آباد میکرده. ببینید وقتی حضرت عمر فاروق فتح کردن بصره را، کوفه را، اولین نامه نویس گفت مسجد بنا بکنید. و در مسند بازار سلمان فارسی رضی الله عنه نویسند خط نامه برای ابی دردا، نویسند یا اخی علیک بالمسجد، یا اخی علیک بالمسجد فلزمه
یعنی نویسن نامه برای برادرشون که سلمان رضی الله عنه، برای کی؟ برای ابو دردا رضی الله عنه. سبحان الله. این یکی بزرگترین صحابه پیغمبر خدا بودن. اینا کسانی بودن که الله سبحانه و تعالی در قرآن نمونه و الگو برای ما و شما هستند. فاین آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. خداوند میگه که اگر مردم ای اصحاب پیغمبر، اگر ای صحابه مردم مثل شما اگر ایمان بیارن و یا در هدایت هستند، در راه مستقیم میرن، همدیگه را چی نامه می نویسن، همدیگه را چی سفارش میتین؟ آیا سفارش که دنیا را سخت، حالا که دنیا کار کردن من نیست. مقصد من است که این روزها مساجد یعنی کم انسان اهمیت میتن، کم انسان آباد میکنن، دستی کم گرفتگی. مکتوب نامه نویسن که یه اخی، یه برادری من علیک بالمسجد، مسجد سخت یعنی که اهمیت بتی، مسجد سخت بقب. فلزمه التزامی بگیر، در فکر مسجد باش. فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول المسجد بیت کل تقی. چون که من از پیغمبر خدا علیه السلام شنیدم فرمودند که مسجد خانه هر یک شخص انسان متقی خدا ترس است و ما می‌دونیم خدا ترس بهترین بندگان خدا هستند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خداوند اعلام کرد بهترین شما و مکرمترین شما و مقربترین شما و نزدیکترین شما به نزد الله سبحانه و تعالی کی است؟ متقی ترین شماست. نگو که بایترین شماست، نگو که تاجرترین شماست، نگو که منصبدارترین شماست، نگو که قوتترین با قوی زورترین شماست، نگو که بزرگترین شماست، نگو که مشهورترین شما، عالمترین شما، بایترین شما، نگو که متقیترین شما. یعنی همین تقوا است که انسان پیش میبره یک قدم. نه مال، نه منصب، نه پوست، نه مقام، نه اولاد، نه زن، نه فرزند، نه کارخونه، نه تجارت. همین اعمال صالح و تقوا است که انسان یک قدم پیش بره، پیش میبره. پیغمبر خدا سلام فرمودن زمانی که گفتن که هر کس من بنا مثل لله، هر کس اگر مسجد بسوزه بنا بکنه به خاطر الله و الله سبحانه و تعالی با همیشه از معاملات در قیامت در بهشت قصر بناش میکنن، مثلش این معنی نداره که مثل همین ساختن، یعنی که الله سبحانه و تعالی معاملات بسیار نغز خوب بکنه. این معنی داره که ان شاء الله بفضل کرم الله همه انسان بهی وارد بهشت بشن. و الا که پیغمبر خدا علیه السلام فرمودند که موضع شبر فی الجنة خیر من الدنیا و ما فیها. یعنی یک وجب زمین و قطعه در بهشت بهتر است از همین دنیا و موفیقاتی در دنیا هستند. تصور بکنید سبحان الله. کجا هستند برادرانی که دنبال خیر هستند، دنبال فایده هستند؟ یک وجب قطعه زمین در بهشت بهتر نه فقط از تمام مال دنیا، از تمام سرزنش دنیا، از تمام زمین و آسمان و ما فیها و هر چی در دنیا هستند. تمام دارایی دنیا را بگی، تمام امریکا یا اروپا، روسیه، چین، هند، همه کره زمین بایگریش را بگی، یک وجبی قطعه زمین بهشت نمیبروید. سبحان الله. این سخن من نیست، سخن محمد رسول الله، محمد ابن عبدالله علیه السلام. موضع شبر فی الجنه، موضع شبر فی الجنه. یک وجب زمین در بهشت بهتر از دنیا و ما فیها است. کجا هستن اون تاجرهایی که سبحان الله تجارت کنن به الله سبحانه تعالی؟
کجا هستن اون برادرانی که دنبال خیر فایده هستن؟ ولی هر کس، چی مرد چی زن، چی فقیر چی مسکین چی بای باشه، معامله بکنه، مسجد بسازه. الله سبحانه این خیلی معامله خوب میکنه. درباره کمک و نسخ مالی، هر کس که در راه الله به خاطر الله، اینجا شرط است که اخلاص و محبت لله و به خاطر خشنودی و رضامندی الله باید باشد. که فرمود الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه بقره: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. سبحان الله. ببینید چه خیلی معامله میکنه الله سبحانه و تعالی. میفرماد مثال و داستان اون کسانی که در راه الله خرج میکنن، انفاق میکنن، مصرف میکنن، میتین، مانند و مثال داستان یک دانه گندم است. یک دانه وقتی زراعت میکشوری کلون میشه هفت خیشه میگه. در هر یک خیشه 700 تا چی است؟ 100 دانه گندم است. نتیجه یک دانه گندم 700 دانه میشه. یعنی که $1 دادی در راه الله بخت. $1. ببین الله سبحانه تعالی $700 میتیه در راه الله سبحانه تعالی. در کار نیست. او شیطانی که وسواس میکنه نتی اما کاری خود باشه، زندگی باشه، افتاس نمیکشی، خرج منی هزارها. اما در راه الله روز جمعه میشه $1 بازور. ولی که خداوند تبارک تعالی قبول میکنه $1 به جای خودش. اما ما شما ماشاءالله در امریکا زندگی میکنیم، شرایطمون خوبه، مسجد دست کم نگیریم، چقدر که برای خودمون در زندگی خرج می‌کنیم. سبحان الله. نو ترسیده. من تا اونجا نمیدونم که بعضی ای برادران وقتی که ازدواج کردن، توی کردن، تا 200,000 یک ازدواج کردن، یک زن گرفتن. سبحان الله. رقاصا را از سمرقند، از تاجیکستان فقط $20,000 فقط هدیه کردن. سبحان الله. برای در راه معصیت گناه. این بهتر نیست که در راه خدا، به خاطر خدا، به خاطر رضامندی الله، به خاطر خودت قیامتت سرمایه گذاری کنی که پگاه که میره همه اعمال به خودت میبری، یگان چیز از این نمیبری. آیا شما یگان کس دیده که از همین دنیا با خودش یگان چیز از اون چی که کار کرد، حرکت کرد، مهنت کرد برده باشه؟ یگان چیز نمیبری. لخت مدازات میای، لخت مدازات میره. همه کارت، خونت، بیزنس، ماشینت، همه کار در اینجا میگذاری، دستی خالی میره. فقط اعمال صالح میبری، فقط اعمال میبری. اعمال صالح کردی، مسجد آباد کردی، مهنت کردی، خوشا به حالت. فردا روز قیامت ذخیره خودت میگیری. انسان پیغمبر خدا صلی الله علیه و انسان میگه که فرزند آدم مال فرزند آدم فقط اون چیزی که خورد حلش کرد اونای مالش، یا که پوشید کنارش کرد پرتو، یا که در راه خدا صدقه‌اش کرد که اونجا میگیرش، دیگراش نمیگیری. ترسیدن در کار نیست. در راه الله این یقین بکنه، یقین بدونه، فراموش نکنه. پیغمبر خدا اصلا میفرمایند که ما نقص صدقه من مال، ما نقص صدقه من مال، یعنی صدقه مال هرگز کم نمیکنه. از صدقه کردن، از انفاق کردن، مصرف کردن در راه خدا مالت کم نمیشود. الله سبحانه تعالی چندین برابر در همه جا میتیه. اون شیطان وسواس میترساند. در راه الله صدقه نکن. الشیطان یعدکم بالفقر و یأمرکم بالفحشاء. اون شیطانه که فقیر میشه نکن. اما در راه دنیا به خاطر معصیت خرجش میکنی.
اما هم راه الله میشه. سبحان الله ذاتی که همش زندگی ما، مال ما را، حیات ما را، تجارت ما را، خانه و در همه را الله دادگی. زمانی که نوبت الله سبحانه و تعالی میشه، سبحان الله. از دیگر جهت صدقه کردن در راه الله این یک برهان نشانه است که انسان ایمان داره، ایماندار است. حجت است، پاسپورت است برای انسان موحد و برای مسلمانی، برای فرد مسلمان. وقت رفته یک حدیث که میگم پیغمبر خدا سلام از امت گذشته صحبت کردن، از یحیی علیه السلام فرزند زکریا علیه السلام که یحیی دعوت کردن قومش، 5 چیز سفارش کردن، تاکید کردن همین 5 چیز بکنین. یکی از همون چیز صدقه است که اینجا فرمودن که صدقه کنین، صدقه کمک نصرت میکنه. گو با منزله و صورت اون شخصی است که اون شخص وقتی که اسیر میغلطه در دست دشمن این انسانش اسیر میگیره، دست پاش میبنده با زنجیر، میشنونه چارپا، عادتا اسیر میشنونن. حالت گردن زدن و کشتن شده که یک انسان میآید، یک چیز میآید، یعنی همون صدقه است میآید، همین انسان هم میخره از دست دشمن. تصور که خط هر انسان که دست دشمن غلطیده، یعنی تمام دیگه دست پات بستگی، اینا گردن تمیزانه، امید کندگی از همه چیز، نه دیگه پول یاردم میکنه، نه چیز یاردم، نه کارخونه، نه زن، نه فرزند، تمام دیگه. تصور بکنید همینجا فقط پیغمبر خدا فرمود صدقه به صورت چیز میاد، خرید میخرد، با این دشمن معاملت میکند، تجارت میکنه، میگه هر چقدر که همین انسان اصلا من رو از شما میخرم، یعنی صدقه میخرد. یعنی این خیلی صدقه فایده های زیاد به انسان میرسد. بنابراین همین در اخیر من تذکر میشم، یادآوری میکنم برادران که ما تا امروز انا میخواستیم مسجد، یعنی مسجد از خود مشاور مسجد جا بخریم، بنا بکنیم ان شاء الله، و از شما کمک طلب فرستادیم. ماشاءالله بارک الله فیک، خدا گذشتگان تو رحمت کنه و بسیار از ما هم یاردم کمک کردن ان شاء الله. از الله سبحانه و تعالی درخواست مخلصانه تک تک صدقات خداوند قبول بکنه و ذخیره آخرت رو بگردونه. و بعضی از دوستان هم وعده کردن که میتی هم ندادن، شاید نمیدونم چی سببش شده باشه. من تذکر میتیم، یادآوری میکنم مقصد که حرکت بکنن، اول نیت ها را درست کنن. وقتی انسان نیت خالص لله کرد دیگر همون شرایط الله میتیش. یعنی کسانی که مال دارن و یا اصلا بانکیرای خدا در روی زمین هستند که و یا وسیله میشن مابین خلق و مابین الله، یعنی خرج میکنن در راه الله، فی سبیل الله خرج میکنن تا مشکلات انسان حل بکنن. مساجدی که از خانه‌های خدا هست، چه خیلی گفتیم حدیث ها را، وقت نیست که حدیث ها و آیات ها بسیار هستند، آثار بسیار هستند برای ساختمان مسجد. بنابراین همین من تذکر میتیم برادران که وعده کردن در فنریزی ها، در انا جای نمازی که گفته میخریم، انا در برای جای نماز ها یا که منبر ها انا حرکت بکنن، مقصد که به وعدهاش وفا کنن. همین خیلی ما ان شاء الله یک چند انچی بالاتر یک هاوس هست در فاستن، ان شاء الله ما برای میخوایم که بخریم بگیریمش اونجا را امضا کردیم. یک امضا که اون دست که بگیریمش ان شاء الله تقریبا 100 دیگه نمیرسه، 100,000 انا ما اصلا در تخصص میکنیم، طلب میکنیم که حرکت کنه ان شاء الله، کمک یاردم کنه. تا حد ما میدونم بعضی ها منتظر دارن که کی همین کار به صورت جدی بشه بعد بیان مثلا خرج بکنن. اینا امروز همون حالت رسیده ان شاء الله، به تفاوتی نکنه ان شاء الله، حرکت کنه یاردم کنه ان شاء الله. و رحمان و رحیم این مسجد وقتی این هاوس این دوما بگیریم ان شاء الله، خدا خواهد به کمک الله سبحانه و تعالی بیار ما مرکز علم میکنیم ان شاء الله، مسجد میکنیم، مدرسه میکنیم، مکتب میکنیم،
بسیاری از ما شما فرزندان همینجا هستن ان شاء الله. اونجا را مکتب میکنیم ان شاء الله، تعلیم تربیت و اسلامی میدیم ان شاء الله. ما میدونیم چقدر فرزندان ما نزد ما عزیز هستند و ما تعویض نمیدیم مکتب های انا حکومتی ها. ببینید که این زمان وقتی ما چه چیزهایی بدیم تعلیم میدیم، از بس که آزادی بسیار آزادی بد است تا قانونای به معنی قوم لوط دیگر تعلیم میدیم. خیلی خطرناک است. اما زمانی که ما از خودمون باشن ان شاء الله ما حرکت میکنیم ان شاء الله که چیزی که الله و رسول گفته برای فرزندان تعلیم تربیت میکنیم ان شاء الله. هر کس کمک کنه نصرت بکنه ان شاء الله. تا زمانی که مسجد هست بنا است ثواب ثمرش به اون میره ان شاء الله. صدقه جاریه است. این صدقه است که پیغمبر خود تاکید کردن باید اصلا برای فایده ما برای قیامت ما صدقه جاریه رو بسیار بکنیم. در آخر هم یک قضیه را میگم. در مسجد در ترکیه یک مسجد است به نام اکالت. کانک اکالت یعنی معنیش یکی گویا من خوردم. همین مسجد یک انسان فقیر مسکین بنیاد کردن که هیچی نداشتن، اکنام کردن در خوردنشو. هم میخوردن که به مایحتاج زیاد خچه نمیدادن که بخورن. هر چی که اشتیا میکرد مثلا بخورن ششلیک دیگه و دیگه چیزاش پول میگرفت جدا میکرد، میگفت که انک اکلت گویا من خوردم، نگه در حقیقت نخورده. پول میگرفت جداگانه میمون برای ما بنا کردن مسجد، ساختن مسجد. به مرور چقدر زمان که انک اکلت گویا من خوردم، هر وقت هر زمان چیزی که اشتیا میکرد خش محروم میکرد، نمیخورد، پول میگرفت جدا میکرد، جمع میکرد که انک اکلت گویا من خوردم. گفت تا اون زمان خودش یک انسان مسجد به اتمام رسون. سبحان الله. یک انسانی که مال دارای مال نداشت، شرایط نداشت، امروز مسجد بنا است. کانک اکلت به نام کانک اکلت گویا من خوردم گذاشت از نوع مسجد. سبحان الله. در حالی که ما و شما الحمدلله در بهترین شرایط قرار داریم. سبحان الله. اگر ما و شما یک جمع شیم ان شاء الله بهترین بیلد هاوس هم میتونیم خودمون در خدا میکنیم. $10 جمع کنید چی خدر همون ماشاءالله جمع. اگر $100 جمع کنید چی؟ با آسانی میتونیم بهترین هاوس بخریم در خدا. فقط ما میگذاریم تا زمانی که مسجد هست بنا است. صدها سال مسجد ها بنا هستند. تا زمانی که بنا هست هر یک انسان میاد در این مسجد نماز میخونه، هر یک انسان در مسجد دعا میکنه، مناجات میکنه به الله، ذکر یاد میکنه، خدا میکنه، تعلیم تربیت میکنه، دعوت میکنه. هر اعمال شایسته انجام در مسجد هر چقدر تعداد انسان هم زیاد باشه همون قدر برای همین انسانی که سهمیه‌اش در همینجا گذاشته بود ثواب ثمرش میروه. یعنی که در دیگه حدیث پیغمبر خدا گفت هر کس اگر که به اندازه یک هیچه پرنده اگر که مسجد بنا کنه، ببینه تصور کنه در حالی که یک انسان یعنی که نمیتونه در یک هیچه پرنده نماز بخونه، یعنی که هرچند اگر کوچک هم باشه، یعنی که مقصد پیغمبر خدا اصلا همینه که هر یک جزئی اگر که مشترک شای در همون بینای مسجد، در آبادی مسجد، در ساختن مسجد سهمیه بگذاری، $1 $2 هم باشد، همین حدیثی که پیغمبر خدا گفت که فرمودن که الله سبحانه و تعالی برای همین سال در قیامت در بهشت قصر میسازد، در همین زیر تحت همین حدیث داخل میشه. بنابر همین برادران عزیز، انا وقتی ما خیلی کم مونده است برای گرفتن انا هاوس بیدن ان شاء الله. از شما طلب میکنم ان شاء الله به توافق نباشه، حرکت نه، کمک نسات نه، همین سطح گشت نمیرسه ان شاء الله. سطح برس کنیم، یک امضا میدن تمام میشه، مال ما میشه ان شاء الله. بعد آهسته خدا خواهد طبق قوت خدمت ما ان شاء الله آبادش میکنیم. خداوند کریم که نصیب بکنه خدمت فرزندان و آینده ما انشان تعلیم تربیت میگیرد و همه خیر خوبی برای ما و شما میرود. بنابراین این کسی اگر که بخواه میتونه که بعد از نماز بیاین ان شاء الله ما صحبت کنن ان شاء الله که ما یعنی که قدردان هستیم، تشکر میکنیم، همین خیلی دعاگو هستیم برای همه شما، بر گذشتگان شما. خداوند کریم در آخر دعا میکنیم اللهم وفقنا لفعل الخير